سلام رفقای گل. امروز میخوام یه بحث خیلی باحال داشته باشیم. بیایم ببینیم انیمه های قدیمی باحال‌ترن یا نسل جدید. ببینید انیمه های قدیمی رو که هممون میشناسیم، مثل انیمه های دراگون بال، وان پیس، ناروتو، بلیت، هانتر. جدی میفرمایی؟ با اینا کلی بزرگ شدیم، کلی خاطره و کلی شخصیت های خفن دارن. اما یه طرف قضیه دیگه، انیمه های نسل جدید که تازگی ها خیلی ترکوندن. انیمه های جدید مثل جوجوتسو کایزن یا کایت شماره 8، شیطان کش، سولو، مرد حربه‌ای. اینا اکشن سریع، داستان های جذاب، انیمیشن های خفن و سینمایی غیره دارن. واقعا نمیتونی نادیدشون بگیری. حالا به نظر من گزینه 2 انیمه های جدید بهتره. زر میزنم بعضی شوخی کردم. گزینه 1 قدیمی ها، چون هنوز یه چیز دیگه است. اما شما چه فکر میکنین رفقا؟ تو کامنت ها بهم بگید قدیمی ها رو بیشتر دوست داری یا جدیدا و چرا؟ و اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و ساب یادتون نره. بدرود.